Rahim Production. اکا چی در داری؟ چی بالا زده؟ چی خیلی کوزاله رفته آی بزن بگی با میفهمی حالی بگو زن زورون اومده ایپرک گوشه توبه کدومه آدم زن بگیرن راحت کنه زنگ تا کوزیده توبه کدوم ای بوار که بچه این چی رو با خرسندی تا دیگه اونده با اهمیت نمیتیم حیات دیگه بارو شما کار کردن من را دیده خیلی برای هفت خرسیده که برای چه خرسنده ای همش سبب داره یک حادثه شید چی حادثه؟ بگو چی حادثه؟ آلی راه گشته بریم که دیر نشود گوش کن خلاصه همی دین سویتون شما مرده بود هازده چم گذر همه مرده همی اومدم عایشه سویتون مرد با چی گپ شید؟ سویتون مرد میام زیغ میشم تلویزیون میمونم تلویزیون کردم میکنه سویت نیست وای فای کشتگی تلفنم بزایرد انا باز زیغ شدم نمیدونم چیکار کنم اومدم قطع خونگی شدم چخ کردم آدمای نغز بدیان گام شده گرفته استم کاری دنیای در جانم زد کاری قشتواق در جانم زد مردک این حولی هم درست کشیده گیه گفتم مردک بخی زمینا را پابل که باش اینه یا علف ندارن او ندادن و همون خودش میاماید چی میخوردک زاخی همین خداوند سنگ در دادری همی سنگ که کیر مدارش که گاه اترانه نکن اینو بیش مکشمد به همین مکشمد فهمیدی؟ نه که افسوس که زنی خدا ترسم هزار رحمت بگو خدا را که زنی خدا ترس داده ای خدا ترسیده می باشه ای خدا نو ترسیدگیت خدا پناه ای خدا نه خیلی جان میگم کار که برای زمین ها را پا بلکن نمیتونم من با یک روز میکنم اوخی و پام درمان دای اگرنه نمیتونم که اوخی ما نمیتونم دیگه کارو را کرده میتونی که مرده دیگه کارو را شروع میکنی که همین یمینه نک زهری تنم نکه هم شاب کشید آدم هم ساقیشی پام درد میمونه گرمی در پام در میکنه انمی هوا سلقین کشید پاکی ایدار میره پا بل میکنی فهمیدی مرا؟ کاش که همی ترانه میگرفتم کاش که همی ترانه میگرفتم وقت شده ایمه کو ادی ما دکترون میدوید الان بخی برای من میمردن اونم سیاره الکشکشه که حسرت چه مردم میخره مرده بود برای من چه قریب دار کشیده بود کاش که میاد تمرا میگرفتم ایدمم سیاره اوس بسته محیا میگفتن دختر اگزاری بالا محیا برام مرده بود سرایاش که مال اینه سیارهاش که خچه دار کشیده بود قریب مری نداشتم رسیه رفتم یاد آتش بیا برام دخترها میمردن من حسام گم میکنم دخترها ایدم من تا میدویدن من قطعی تو خار شیدم اک مردک میگم همه گپکی خوب گپ زدی من گوشت کردم اک بیا بخوبی خوبی گپ اوخی جای تعریف نیست میدویدن ایدم دخترها میمردن همه خودت پشتی در من خورده کده بدی اک مردک جان راست میگی اک دوره جوانی ما باید نیار دوره جوانی اینا مطرح گوش کردم تو مرا گوش کن گوش میکنم تا همین در وقتی یاشیان قطعی ده یگیتی با ناموس و بلنگ با ناموس میگشتم یگیت بدن مردکو دو یگیتی زور بود یگیتی زور یگیتی بلنگ با ناموس خیاتش بلنگ با ناموسش ما دیمش که مردک اولی تو کو یکم شنه میشناسی چه؟
چکر مردک؟ بزنم نه چای گیره چکر نخ کجا رفتن کجا نرفتن بیا بخیر از مردک جان زنب رابع شرم نمیکنی آخ چی با مردک؟ کاری که امروز نسبت مادرم کردی شرم نمیکنی آخی مردک من چیکار کردم؟ ای روز من همین خونه آمدم و چشم احمر چشم دیدن نکرد ای سحر تا بگه اگر 100 باره بجم دای خونه با کارشم میکنم چشمو همین وقت ساعتی که شما میبیاین یا کارتشکا میگیره یا پیاز میگیره با یک بهانه بالای در میره که فقط گنده کنه مرا ای مردک کدام روزه میشه که در نزد همسایه شرمنده میشین چه شرمنده؟ آخه این مادرتون در روی حوله تهارت میکنن مادری من؟ بله در نزد نبیره ها نه مردک جان من میدونین چی؟ با فکر مادر شما کسل روحی شدگیه آخه مادر شما کارهایی میکنه که با زبانم گفتن نمیتونم آخه مردک روز میشه که یک همسایه ایدر داره در نزد همسایه شرمنده میشیم آخه روزهای آخر مادر شما از عقل بیرون شدگیه نه او این خیلی نبود که آخه مردک جان آخه گفتن میشه کارایی میکنه که با زبانم آورده گفتن نمیتونم مادری من؟ بله مردک آخه آدمیه یک حق همسایه ایدر در آید با او اول مادر شما رو بیند شرمنده میشه خیلی چکار کنم زنک مادر است سین سالش با یک جای رسیدگی شما باید فهمه که آخه همون را میگو مردک جان بینین که زمانه چه خیلی ترقیات یافتگیه شرایط نغز داریم هم میبریم مادر رو توبت میکنیم هم استراحت میکنه ایستو ها این گپ از دهان شما بر اومد؟ آخه بین مردک جان که هم خانه مایده هم در این وقت کودکا عصباش خیلی مونده شده بهترین فکر کدام آسایشگاه را انتخاب کنیم؟ آسایشگاه نه مردک جان ها با یگان جای سوستر هست؟ شما راضی شوید من شناس من دارم راضی همین مادر ما در کجایی که نقد میشه جای استراحتگاه باشه من راضی کجا بریم شم؟ من شناس دارم مردک جان من حاضی زنگ میزنم شم خانه پیران سالون میبریم شم چی؟ آخه تو مادری مرا خانه پیران سالون میبری؟ آخه مردک جان من در حیات یک مادر دارم تو خانه پیران سالون میبری؟ من یک سکوند پیش در تو باور کردم دستی تره قپیدم با همین خاطر آخه مردک آسایشگاه جای دمگیری شما هم جای برای نسبت مادری ما ای زنکی بیعقل هیچگاه حیات نبرو در نمیجا جا که در حیات من یک مادر دارم من پدر دیدگی نیستم یک خواهر معیوب دارم هیچگاه ما برای شما در نیمه راه نمیپرتم صد افسوس که من با گپ تو باور کردم من میدونم که اکثریت زنها شما همین خیلی مادر رو از فرزند دور میکنین تو میدونی که تا وقتی تو در زندگی من نبودی نسبت من مادر من چه خیلی زحمت کشید چه خیلی عذابا کشید که مرا تا این روز کلان کرد حیفی قدر باوری که من نسبت تو کرده بودم ای گپاش ای رفتاراش معلومه که دل ایره یافته نمیشود حاضی بستر معلومه که ای کمپیر و ای خواهر مسلقش ما خلاصی ندارم حاضی بستر در این خونه یا کمپیر میسته یا من میستم مرا زهره میگن حاضی به میبینی